صدام در نمیاد، انقدر این بازی من داد زدم صدام در نمیاد. خدا همسایه های منو بهشون صبر بده. سلام رفقا عزیزم. آقا خوشحالم، واقعا خوشحالم. میدونم شما هم خوشحالید. اتفاق بزرگی بود. برای اولین بار تو تاریخ جام ملت‌ها تونستیم ژاپن رو ببریم. ژاپنی که همه میگفتن اونها برندن. حتی خودم یه ویدیو قبلی که دیشب گذاشتم گفتم آقا تو منطق ژاپن برنده است و واقعا درست میگفتم. ولی بچه‌های ما واقعا امروز معجزه کردن. تازه بدون مهدی طارمی، بدون بازیکنی که خیلی برامون حیاتی بود، باز با اینها تونستیم که ژاپن رو ببریم. تو یه نیمه دوم طوفانی، واقعا طوفانی بود نیمه دوم. هر چقدر که نیمه اول خوب نبودیم، عصبانی بودیم و تمرکز نداشتیم، تو نیمه دوم فوق‌العاده کار کردیم. بچه‌ها اصلا یک لول دیگه از فوتبال رو به نمایش گذاشتن و چقدر کیف کردم. یعنی تو کل نیمه دوم ژاپن یه دونه موقعیت نداشت، گرچه تو نیمه اول هم ژاپن موقعیتی نداشت. اصلا امروز علی بیرانوند با اختلاف خیلی زیاد کمکارترین بازیکن زمین بود و اون گلی هم که زدن دیدید یه اشتباه فردی تا حدودی و عدم هماهنگی بود، وگرنه ما گل تاکتیکی نخوردیم. و چقدر داور هرسمون داد، وای چقدر این داور امروز ما رو هرس داد. شما فرض کن اون توپ سردار که خیلی میلیمتری بود، یه هند که به نظر من هند بود، یعنی وقتی صحنه رو دیدم قشنگ دستش باز بود. حتی من برام عجیبه که چرا VAR نرفت. زبونم گرفت. خدا وکیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم و قراره که امروز یه صحبت راجع به بازی بکنیم، اتفاقاتی که افتاد و من چند تا نکته در حین بازی همینجوری نوشتم که بیام بعد بازی با هم راجع بهش صحبت بکنیم. اول از همه یه جای تقدیر فوق‌العاده داره از بازی سردار آزمون که به نظر من بهترین بازیکنمون بود، به همراه محبی جهانبخش عالی بود. واقعا کل بچه‌ها امروز خوب بودن. رامین رضاییان خوب بود، وسط زمین سعید عزت‌اللهی عالی بود، دفاع وسطامون شجاع فوق‌العاده بود. کنانی که نگم، کنانی اومد تو محوطه جریمه ژاپن دقیقه 90 پنالتی گرفت. عالی بود کار کنانی زدگان. نشون داد که چقدر بعدم بازی می‌بینم سردار تو مصاحبهش داره گریه می‌کنه. واقعا هم گریه. من خودم همین الان با تو صحبت می‌کنم خیلی جلوی خودمو گرفتم، احساساتی نشم. ولی خب میگم خیلی بازی زیبایی بود. اصلا امیر قلعه‌نویی نشون داد که چرا الان سرمربی تیم ملیه. من خودم یکی از منتقدینش بودم، انقدر شهامتش دارم که بیام و بگم که واقعا من میگم یکی از منتقدین خودم به شخص منتقد امیر قلعه‌نویی که چرا سرمربی تیم ملی. ولی الان فهمیدم که چرا واقعا امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی. شناخت کافی از فوتبالمون، من خود آروم شدم، شناخت کافی از فوتبال ایران باعث شد که امیر قلعه‌نویی بهترین استفاده از بازیکن‌ها ببره. ما دیده بودیم توی دوره‌های قبلی، چه تو جام جهانی چه تو جام ملت‌ها، کارلوس کیروش خوب با تیم نتیجه می‌گیره. ولی شاید نقطه کور نتیجه نگرفتن‌های تیم ملی با کارلوس کیروش این عدم شناخت کافی بود که با اینکه سالها سرمربی تیم ملی بود ولی ذات فوتبال ایران رو و ذات فوتبالیستای ایرانی رو هنوز نفهمیده بود به اون صورتی که باید می‌فهمید. ولی دیدیم که امیر قلعه‌نویی اومد جلو، اون کاری که باید می‌کرد. یه نکته هم بگم راجع به بازی ژاپن. یه واقعیتی باید بپذیریم که این ژاپنی که ما داریم می‌بینیم ژاپن دوره قبل یا حتی ژاپن جام جهانی که 2 سال پیش برگزار شد نبود. یعنی خیلی تو خط دفاع اشتباه داشتن و چقدر اعتماد به نفس کمی داشتن و چقدر من لذت بردم از اینکه اینا قطعا آدرسشون پایینه. شما فرض کن اکثر بازیکن‌های ژاپن، تقریبا تمام بازیکن‌هاشون تو لیگ‌های اروپایی، لیگ‌های دیگه شاغلن. و خب وقتی که شما مثلا تو لیگ آلمان داری بازی می‌کنی، چه تو لیگ‌های معتبر اروپا داری بازی می‌کنی، ازت انتظار می‌گیره تو همچین بازی بهتر بازی بکنی، بهتر عملکرد نشون بدی، تیمو جمع کنی. ولی دیدیم که بچه‌های ما که اکثرا حالا میگم اکثرا تعداد زیادشون از دیگه خودمون بودن، چقدر با اعتماد به نفس رامین رضاییان یه جوری جلوی بازیکن‌های اروپایی ژاپن بازی می‌کرد انگار که اصلا اونا برعکس، یعنی شرایط برعکس، انگار اونا مثلا تو لیگ خودشون بازی می‌کردن، رامین تو اروپا داشت بازی می‌کرد. عالی بودن در کل بچه‌ها و واقعا عملکردشون ستودنیه. یه سنت شکنی هم گفتم، سنت شکنی شد و تیم ملی برای اولین بار تونست که ژاپن رو توی جام ملت‌ها ببره که واقعا اتفاق بزرگی بود. اصلا نباید از این اتفاق ساده بگذریم و یک سری کامنت‌ها احتمالاً قراره که پای این پست و کلا پست‌هایی که از تیم ملی صحبت می‌کنم بشه که این تیم مردمی نیست فلان حکومتیه. ببین رفقا، این بچه‌ها، این بازیکن‌ها همون کسایی بودن که
8 سال پیش تو جام جهانی ما چقدر براشون بالا پایین کردیم. چرا تو هر موقع ما هر تورنمنتی که میایم، ببخشید دارم میگم این حرف دل منه، چرا باید تو تورنمنتی که ما میایم دلار قیمتش n تومن بره بالا؟ میدونی چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه مردم دغدغه‌شون زیاد میشه، فشار میاد رو فوتبالیستا. آقا نکنید این کارو، بیشتر به فکر مردم باشیم. این شادی ما فقط ذره دل مردم رو شاد کرد و اینو فقط به شما دارم میگم آقایون قلم دارین جرأت داشته باشین این چیزا رو هم بنویسید. همون بازیکنایی بودن که جام جهانی قبلی وقتی که اولین بازی ما بود مقابل انگلستان حتی سود ملی نکنه، من نمیگم کارشون درسته غلطه، ولی به خاطر مردم، به خاطر حمایت از مردم دیدیم که همه جوره هواشو داشتن. حالا مثلا مردم یه سریاشون میگفتن که چرا رفتن تو فوتوشوتایی که قبل از شروع تورنمنت گرفتن اینقدر خندون و شوخی و فلان، که دیدیم علیرضا جهانبخش بعد از این تورنمنت اومد تو برنامه اداره فدراسیون فوتبال سرش گفت که آقا اینا اصلا قرار بود برای خودمون باشه، قرار نبود رسانه‌ای بشه، که اینا رسانه‌ای کردن. فدراسیون شاید از عمد رسانه‌ای کرد که بازی روانی را بندازه، ولی در مجموع میگم امیر قره‌نوی کسی بود که برای ما ثابت شده است. مصاحبه‌هاش، انتقادهایی که سالیان سال داشته از وضعیت معیشتی مردم، از وضعیت حکومت، همیشه این اعتراض رو داشته و الان هم سرمربی تیم ملی مونه. دمش گرم، واقعا عالی بود. دم کادر فنی گرم، کسی که من خودم بهشون اعتراض داشتم ولی الان میگم که واقعا دمشون گرم، عالی بودن، فوق‌العاده کار کردن تو این تورنمنت تا اینجا. و بازی بعدی هم الان یعنی امشب ساعت 7 بعد از ظهر قراره که بین قطر و ازبکستان برگزار بشه که فکر می‌کنم قطر میاد بالا، احتمال خیلی زیاد. و اینم بگم بازی بعدی خوبه که ما مهدی طارمی هم داریم، گرچه محبی فوق‌العاده بوده امروز. وقتی که من ترکیب تیم ملی قبل بازی اومد، وقتی که به محبی رسیدم گفتم که آها، یعنی یه جور تاکتیک رو گرفتم، گفتم که تیم ملی باید فیزیکی تر بازی بکنه، بازی درگیرانه تری رو به نمایش بذاره، که دقیقاً انتخاب درستی بود. انتخاب محمد محبی خیلی هوشمندانه بود. شاید اگر مهدی قائدی بود، با توجه به اینکه فانتزی بازی میکنه مهدی قائدی، این نتیجه که باید میگرفتیم رو نمیگرفتیم. ولی میگم تصمیم کادر فنی خیلی خوب بود، خیلی درست بود. فراموش نکنیم ما 48 ساعت قبلش بازی کرده بودیم توی 120 دقیقه بازی پرفشار، اونم 10 نفره، ولی دیدیم که تو فاصله 48 ساعت تیم ملی ما بدون تعویض نکردن امیر قلعه‌ای و واقعا دم بچه‌ها میگم چقدر خوب، چقدر با جون و دل بازی کردن. اکثر بچه‌ها که تو این بازی بودن تو بازی قبلی فیکس بودن یا تا دقایق خیلی زیادی بازی کرده بودن و دیدیم که 90 دقیقه جنگیدن، با تمام وجودشون جنگیدن توی 90 دقیقه و عالی. احتمالاً توی دور بعدی به قطر می‌خوریم، گرچه چه قطر چه ازبکستان می‌خوره ما باید این بازی رو ببریم. وقتی ما ژاپن رو می‌بریم دیگه قطر یا ازبکستان تیمی نمیتونه باشه که بخواد برای ما سخت باشه یا به مشکل بندازه ما رو. و از اون برم خب احتمال خیلی 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 قوی کره فینالیست دیگه پای فیناله، چون که بعید میدونم بتونه رقیبش کره رو ببره. اردن خلاصه که منتظر میمونیم ببینیم که بازی قطر با ازبکستان چی میشه. بچه‌ها سریعا باید برن تو ریکاوری، سریعا باید اون بازیابی انجام بشه و بچه‌ها یه جورایی برگردن به شرط آرمانی برای بازی با قطر. شاید تو بازی با قطر ما یک سری تغییرات داشته باشیم که یه سری بازیکن بیشتر استراحت کنن. مثلا سامان قدوس دیدیم که واقعا دقایق آخر بازی بنده خدا جون نداشت بود و دمش گرم با تمام وجودش سامان بازی کرد. منو بغض گرفته. خیلی بچه امروز خیلی خوب بودن و حیف از اون گل سردار. چقدر اون گل سردار خوب بود، چقدر اون گل سردار فوق‌العاده بود. ببین من تو این ویدیو نه شاید نور خوب داشته باشم نه زاویه خوبی، چی شاید اونطور که باید و شاید نباشه، ولی واقعا این ویدیو رو دلی گرفتم براتون که شاید ادیت هم به اون صورت نذارم، بلافاصله ویدیو رو براتون منتشر بکنم. ولی الانم احتمالاً می‌بینید صورتم خیس عرق شده از شدت هیجان، اتاقم سرده ولی واقعا از درون داغم. دمشون گرم و فکر می‌کنم راه برای قهرمانی برای ما تا حدود خیلی زیادی بازه. گرچه کره تیم خیلی خوبیه، واقعا تیم قدرتمندی نشون داده توی این دور از رقابت‌ها. توی یورگن کلیزمن که میذاره نیمه دوم، مخصوصا توی نیمه دوم بازی اصلی خودش رو انجام میده. بچه‌ها خیلی باید مراقب باشن. اگر بتونیم بازی بعدی رو ببریم که به احتمال خیلی قوی میبریم، گرچه نباید دست کم بگیریم خودمون رو. ما همیشه نشون دادیم ما ایرانی‌ها بازی‌هایی که ازمون انتظار نمیره خوب باشیم خوبیم و برعکس بازی‌هایی که انتظار میره تیم حریف راحت شکست بدیم همیشه به مشکل می‌خوریم. امیدوارم اتفاقات بازی با سوریه توی بازی بعدیمون تکرار نشه. ما ژاپن رو بردیم، فراموش نکنیم امکان نداره تیمی بتونه مقابلمون وایسه اگر بازی خودمون انجام بدیم. حتی من میگم من بازی کره رو مخصوصا دو تا بازی آخرش رو که
یه جای بهترین بازیاش بود. دیدم کره جنوبی تیمیه که هم جلو عربستان هم جلو استرالیا شاید اون 25 دقیقه آخر بازی خوب بازی میکنه، ولی اگر بچه‌ها بتونن یک فشار چجوری بگم روتین یکسان رو در طول بازی بهشون وارد بکنن، قطعاً اونا رو خسته میکنن و نمیتونن اون عملکردشون رو در انتهای بازی به نمایش بذارن. ما عملکرد دفاعیمون تو این بازی نشون داد که چقدر خوبه. میگم ما سر یک اشتباه کوچیک خوردیم و چیزی نیستش که ما بخوایم روی کادر فنی یا تاکتیک تیم ملی بخوایم ایراد بذاریم بگیم مشکل از اینجاست. نه، واقعا اینجوری نیست. بچه‌ها امروز تو عملکرد دفاعی فوق‌العاده ظاهر شده. علیرضا بیرانوند توپی اصلا سمتش نمیاد تو 90 دقیقه. فراموش نکنیم مقابل ژاپن، نه تیمی مثلا چه می‌دونم اردن و سوریه و اینا، مقابل ژاپن دمشون گرم. واقعا فقط میتونم بگم دمشون گرم. امیدوارم که یک معجزه دیگه رخ بده، از اون مثلا ازبک بده که بازیمون نسبتا راحت‌تر باشه. گرچه ازبک هم نشون داد تو این تورنمنت تیم با تجربه و خوبیه و نمیدونم بعد از 47 سال 50 سال نمیدونم چند سال دقیقه آمادشو ندارم بتونیم قهرمان بشیم توی این دور از رقابت‌ها. مردم ما نیاز دارن به این قهرمانی. اینقدر وضعیتمون خوب نیست که شاید همچین خوشحالی‌هایی ولو کم به دردمون بخوره، به کارمون بیاد، حال مردم رو کمی بهتر بکنه. این کسی هم که داره این ویدیو رو می‌بینه یا فکر می‌کنه که تیم ملی، خواهش می‌کنم ازت، استدعا می‌کنم که بیا با تیم ملی آشتی کن. واقعا این تیم ملی ربطی به دولت نداره. این تیم ملی واقعا همین اکثرشون همین بچه‌هایی که 8 سال پیش ما براشون بالا پایین می‌پریدیم. اونا واقعا میگم یه جاهایی ما نمیتونیم بهشون ایراد بگیریم. اونا تو شرایط سختی ان. اونا حالا نمیخوام وارد بحث دیگه بشم، نمیخوام بحثو به حاشیه بکشونم. خودتون میدونید دارم چی میگم. واقعا اونام تا یه جای دستشون برمیاد. شاید اگه ما هم جای اونا بودیم وضعیت بهتر از این نمیشد. و همین که میگم با این وضعیت، با این بضاعت میان و اینجوری نتیجه میگیرن توی جام ملت‌های آسیا مقابل ژاپنی که یادمون نره هم نرم افزاری هم سخت افزاری رو فوق‌العاده‌ن. زیرساختاشون واقعا عالیه. چند برابر ما کلی هزینه میکنن، کلی سرمایه‌گذاری میکنن، ولی ما چی بچه‌ها میگن یکی میگه گریه میرن بیرون. رامین رضایی الان ما قبلش عزت اللهی اومده بود و دمشون گرم. دم شما هم گرم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید. من دیگه صدام یاری دیگه داره میسوزه موقع صحبت کردن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای همیشه چی گفتم برای بازی بعد پیش بازی حتما میام پیشتون و هم ویدیو خواهیم ساخت راجع به پیش بازی بعدی و اینکه بریم ببینیم چی میشه. داور آقای مانینگ هم حریفمون نشد و نشون داد ما ایرانیان اگر بخوایم هیچ کس جلو دارمون نیست. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ بسپارم.